سلام، چطورین؟ بریم با هم دیگه یه ماکارونی متفاوت درست کنیم. ریحون میخوایم، فلفل تند، گوجه فرنگی و گوشت چرخ کرده. بریم سراغ پیاز داغ که من نمکم هم بهش زدم. گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم و ادویه ها، زردچوبه، پاپریکا، دارچین و فلفل سیاه. تفتشون میدیم تا رنگ گوشت عوض بشه. رنگش که عوض شد سبزیجاتی که خود کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم و یه تفت میدیم و بهش حریره سیر اضافه میکنیم یا سیر خرد شده رو به گوجه فرنگی هم اضافه میکنیم. یکم تفت میدیم. رنگش که باشه یه تقریبا بهش آب اضافه میکنیم که قشنگ لعاب بده. خب این از مایه گوشتیمون. روغن و زردچوبه و آبو میذاریم برای تدیگ. اون تدیگی که دوست داریم رو میریزیم. یه لایه ماکارونی پخته شده. سس گوشتی، چون فلفل تند زدیم میتونین 2 تا قاشق به شکر هم اضافه کنیم که مزهش بالانس بشه، خیلی تند نباشه. زدیم دم میکشه. تمام، نوش جونتون.